سلام، با دسر سیتی همراه باشید با دستور پخت شگفت‌انگیزترین کیک خیس شکلاتی. حتما امتحان کنید. شما به 3 تا زرده تخم مرغ نیاز دارید. بعد اینکه زرده ها رو با هم میکس کردین، بهش 55 گرم شکر اضافه کنید و به خوبی هم بزنید تا شکر کامل با زرده میکس بشه. حالا بهش 50 گرم روغن مایع اضافه کنید و اونا رو به خوبی با هم ترکیب کنید. 100 گرم شیر، 1/4 قاشق چایخوری نمک و 1 قاشق چایخوری عصاره وانیل هم نیازه که باید به مواد اضافه کنید و به خوبی هم بزنید. حالا 80 گرم آرد کیک، 20 گرم پودر کاکائو، 1/4 قاشق چایخوری جوش شیرین و نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو الک کنید و به بقیه مواد اضافه کنید. همه مواد رو به خوبی هم بزنید تا یه دست و نرم بشه. توی یک کاسه 3 تا سفیده تخم مرغ رو با همزن برقی بزنید تا کمی کف کنه. حالا بهش نصف قاشق چایخوری آب لیمو اضافه کنید و هم بزنید. 60 گرم شکر رو به تدریج و به آرامی اضافه کنید. دوباره با همزن برقی بزنید تا شکر کاملا حل بشه و دانه بندی خودش رو از دست بده و مواد فرم بگیره و حالت خامه‌ای بشه. یعنی وقتی همزن رو از مواد جدا کردین، نوک مواد حالت قله به خودش بگیره. حالا 2 ترکیب آماده شده رو با هم میکس کنید. بهتره ترکیب سفید رنگ رو روی ترکیب کاکائویی بریزید. دقت کنید هم زدن شما در این مرحله باید به آرامی و حتما در یک جهت باشه تا از خوابیدن پف مواد جلوگیری بشه. مواد آماده شده رو داخل قالب فر که کف اون رو با کاغذ روغنی پوشوندین بریزید. با خلال چوبی کمی هم بزنید تا هوای داخل مواد خارج بشه. چند ضربه هم به قالب بزنید تا باقی مانده هوای داخل مواد خارج بشه. حالا قالب رو به مدت 40 تا 50 دقیقه داخل فر از پیش گرم شده با دمای 160 درجه سانتیگراد بذارید تا پایه کیک شما بپزه. حالا بریم سراغ تهیه سس شکلاتی. 40 گرم نشاسته ذرت رو با 300 گرم آب میکس کنید. 200 گرم شکر و 50 گرم پودر کاکائو رو داخل قابلمه بریزید و بعد بهش 350 گرم شیر غلیظ شده اضافه کنید و هم بزنید. 1 قاشق چایخوری هم پودر ژلاتین بهش اضافه کنید و هم بزنید. قابلمه رو روی حرارت بذارید تا کمی گرم بشه. حالا ترکیب نشاسته ذرت و آب رو به آرومی به مواد داخل قابلمه اضافه کنید و مرتب هم بزنید تا کمی غلیظ بشه. وقتی به این غلظت رسید از روی حرارت برش دارید و بعد بهش 150 گرم کره اضافه کنید و هم بزنید تا کره کاملا داخل مواد ذوب بشه. بعد سرد شدن کیک اون رو از قالب جدا کنید. کیک آماده شده رو به 3 لایه برش بزنید. دور لایه اول کاور بکشید و از سس آماده شده روی اون بریزید. لایه دوم کیک رو هم روی لایه اول بذارید و روش سس شکلاتی بریزید. هر 3 لایه کیک رو به همین ترتیب روی هم بذارید و روی اونها سس شکلاتی بریزید. چند ساعتی بذاریدش داخل یخچال تا کیک شما خودشو بگیره. بعد از اینکه از یخچال درش آوردین، کاور رو از کیک جدا کنید و با سس شکلاتی اطرافش رو تزیین کنید. خب این هم از این کیک شکلاتی جذاب و خوشمزه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. پس با لایک و کامنت ما رو حمایت کنید. برای حمایت از دسر سیتی لایک و کامنت رو فراموش نکنید دوستان.